همین الان گوشی عزیزانت رو بردار، گوشی هر آن کس که جانش برای تو محترمه رو بردار، تو سیتینگ کلمه SOS رو بزن، گزینه های میاد، تمام تیک ها رو فعال کن و در قسمت تنظیمات اگر فارسیه شماره های اضطراری Emergency Context چند تا شماره رو اونجا اضافه کن و خود گوشی در برندهای مختلف بهت میگه که در زمان اضطرار چیکار کنیم. مثلا شیائومی میگه 5 بار دکمه پاور رو بزن، وقتی شخص گیر کرد جایی 5 بار دکمه پاور رو بزنه، خود به خود با شماره هایی که تعریف شده با 110 با اورژانس تماس میگیره، لوکیشن میفرسته و به اونها این پیام رو میرسونه که من در وضعیت اضطراری هستم. اگر جان عزیزاتون براتون مهمه حتما این کار رو کنید، کلمه SOS رو سرچ کنید، تمام تیک ها رو روشن کنید، یک کم تلاش کنید، شماره ها رو تغییر بدید، اطلاعاتتون رو تکمیل کنید، به دردتون میخوره، به دردتون میخوره، به دردتون.